پیش از گفتگوی من هم بزرگان زیادی ادبیاتی ما جهان درباره مادر هستی مادر گفته شده است. از جمله میگن که مادر این معجزه پروردگار است و امروز بینید استادان زیاد درباره مادر میگویند طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است چون به پای خود رها گشتیم سرگردان شدیم. دامان مادر بهترین جا، بهترین کمینگاه، بهترین آسایشگاه برای هر یک طفل به حساب می رود. مادر هرگاه تاکید میکرد که همیشه با مردم آرام، مناسبت نیک، دستگیری مردم باش. این خیلی لحظه برای هر یک مادر البته به میان می آید وقتی که در یک محیط به وایه می رسید عمل و رفتاری هر یک پسر بچه گوناگون است و مادر بهر فرزند خود همه وقت تلاش میکند. این خیلی حادثه ها بود در حیات. یک دوری نایاب میگفتم اشکی که از صمیم دل میریختم. دیلم آینه چشمانی مادر، سراسر صورتی ارمانی مادر، به تنهایی برایش زار گیریم، به تنهایی برایش زار گیریم. من اظهار و سپاس خود را به او بیان میکردم که مرا به دنیا آورد و امروز در همین گوشم شاید یک چیزی رو موفق شده باشم. همه مادران در روزهای سخت‌ترین، در روزهای شادی قوت دهنده، قوت بخشنده فرزند به حساب می‌رود. خصلت خاکساریش رو مثلا همه وقت در یاری و مدد همسایگان بود. البته بعد از سر آن تنها روزی جاویدان همه نقش از خوردی تا به وای رسیدن مادرم بازید. من فکر میکنم که مادرم به همه آرزوش رسید. من تا حال در هر جا تکرار به تکرار میگویم که سیدای بزرگ میفرماید که طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است چون به پای خود روان گشته سرگردان شده. البته اون پند و نصیحت های مادر رو تکرار میکردم تا اینکه ما با پند و نصیحت های آنها به وی رسیدیم. پندهایی که در جمعیت در محیط باید فرزندش موقع و جای خود را داشته. همیشه در باره خواندن، در باره دوستی، در باره محیط پندهای زیاد میگفت. بگذار بهترین خوشی های حیات امروزه رو هر یک مادر تاجیک، مادر جهان بیند. مادر انسان را به دنیا میارد و از اون انسان امید به خود میارد و انتظار اوج و کمالات آن موجوداتی به دنیا آورده است.